شدیم بخیر باشید خدا بخیر. سلام دوستان، امید که خوب باشین، صحتمند باشین، سرحال باشین و یک روز خوب آغاز کرده باشین. روز ما خوب آغاز نشد، خدا کنه اگر روز شما خوب آغاز شده باشه. کم در روز بکش شهناز دوست عزیز، شهناز رو نظر کردیم بالاخره. برد خدا برد اصلا کرده دست زربانه میگه تی در روز کشیده یک سلام علیکی داشته باشم یه دوستو اگه میتونی، اگه نمیتونی هیچ. دوستا شهناز جان رو نظر کردیم. بعد از که ما دو شب پیش بود که دو شب پیش بود رفته بودیم عروسی. بعد از عروسی که برآمدیم شب در موتر شهناز جانشان شهناز همراه گلپوش شیشته بود. برای گفتم هم بیا که حتما بشین، گپ من نکردی، گپ خارخانده خدا کرد دیگه. رفت در موتر گلپوش شیشت و موتر گلپوش یک ذره تیز چلانی یا شد در ما پیشکان شد، تصادف کردیم، حادثه کردیم دیگه. موتر گلپوش تکر کرد دیگه. شهناز جانم افگار شد، خارخاندگش هم افگار شد از یاد شفخانه است دیگه. رفیقمون بیچاره دستش یک دستش بیخی بر آمده دیگه. عمق کردیم که دمی دو روز دمی شفخانه بودیم پیش شهناز جان دیگه. یک سرش ضربه خورده و دستش. کم خوب شدی؟ شهناز یک سلام علیکی خیر کو بگذار کمربای ما پیش بیاد نزدیکتر، این همه نزدیک بیاد که شهناز رو ببینیم. بسیار وضعیتش خراب است. این دسته چیز کو باید راست داره؟ یعنی با چیز؟ بفهم خودتو یک بغل خدا ننداز، راست بنداز خدا. اما خوشی ما خراب شد. میریم دیگه سگمه بسیار خوش بودیم که رفتیم دوارسی دیگه. ساعت ما تیر شد، رقص بازی هم بود، کل چیز بود خب، ولی داخلش یک ذره جگرخونی بر ما شد با خاطر که یک حادثه شد دیگه. شهناز جان ما دو روز نمیشه خانه کتش بودیم، یک کمک سرش ضربه دیده دیگه همراه دستش و شهناز آوردیم خانه دیگه. پس من برم شفاخانه برم که ببینم که رفیق ما چی شد و خواهرخونده شهناز جان عروس او چطور است وضعیتش دیگه. می عروسی یک ذره به جگرخونی تبدیل شدن و کل فامیلا در شفاخانه هستن. یک شهناز رخصت داد دکتر را، گفت که بریم دیگه استراحتیاش در خانه باشه. ما آوردیم خانه دیگه. یک ذره گپ زدن میتونی یک کم کم یک ذره گپ بزن که بینده اونجا سعی میدنم بستی. در خورد دیگه. همون قدر خوب بود که در پشت سر امی شیشه قسمت سرم خورد، نفهمیدم دستم زیرش رفته. بالاش چند رو گفتم که در مختر بالا نشو که خودم بیا گپ قبول نکردی. گفتی خواهرخانده میگفته که حتما در گلپوش بشی. این هم این نتیجه گلپوش شیشتم این دو عزیز دیگه. بدیدن قصه کنی که یا آمدن بدیدن چی چیزا خوردی در این روز، چقدر میوه خورده باشی، چقدر میوه خورده باشه دوست عزیز. هیچ چیز نخوردی؟ یخنی مخنی یا میوه؟ دکتر سر قول مقال نمیکنن که نون بخور؟
عزیز وقتی که من شهرناز که دیدم در این سر بست که از سرش خون میرفت، این قسمت سر زیاد اوگار شده شهرناز اون قسمت ایزاد شما بده این قسمت سرش یک زیاد ضربه دیده کوک خورده دیگه. من شهرناز دیدم که از سر رویش خون میره و هیچ باحال نیست، بیخی بار خطا شدم تیز که در موتر خودم انداخت میشه بردم شفاخانه دیگه من پیش دیگه کس نگشتم، من کردم که شهرناز از موتر کشیدم بردم در شفاخانه دیگه. شفاخانه این هم شد که یک دو روز اونجا مانده که عکس سرش گرفتم دیگه، دستش یک ذره بر اومده گفتن که این دستی های تا یک ذره متوجه باش که سرش فشار یا نگه دیگه. سرش هم اینجاش دو تا کوک خورده وقتی که در موتر خورده بوده، یه هم شیشه شکسته بوده، باز اینم دوتای شیشه در سرش رفته بوده و دستش هم در زیر چوکی قاط شده بوده دیگه. با او خاطر وقتی که موتر سرعت زیاد میباشه تکر که میکنه موتر را به اداره میشه البته، با او خاطر حادثه رخ میده دیگه. پیشنهاد من ایست که مثلا کسایی که نمت ازدواج میکنن این عروسی میداشته باشه از نمی شبانه که مثلا شما از هتل که بیرون میشین از نمی تیز چلانی و پیشکان و نمیفهم قیتکان و یعنی از این چیزا خودداری بکنین به خاطر که نمیشه و خوشیتانه نه با غم تبدیل نبکنین دیگه. همون که خوش از هتل میکنین همون رو آیسته آیسته همون تو به چیز خانه برسین خوبتر است از اینکه میگه دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است. نه اینا اگر جلک کنی پیشکان کنی قیتکان کنی باز موتر از دیگه عربی شیطان است، هر چقدر که مثلا آدم کتیش راه بره اون راه میره، تیز کنی تیز میشه نکنی سلو میره دیگه. خداوند حادثات یک ذره دور داشته باشه من گره این جگر ما خون شد شهناز یک ذره اوگار شده بینید عزیز دیگه. شما بس خیر از دلداری بتین برش کومنت های خوب برش کنین که بخیر خوب شود، دعا بکنیم که بخیر خوب شود، با دعای شما ما نیاز داریم. پس یک کامره ببینید سر یک فکر دیگه شد دی داوتر گرفتی خورخندیده که دیدی باز چه قصه کردین عکس گرفتین رقص بازی کردین نکردین قصه که باید بینید خیلی کم کم بودن خیلی مردانه بودیم شما دستان نبودین در مردانه خب میفهمیم بینده عزیز که ساز نیست دیگر نیست هیچ چیز نیست، فقط اونم چند تا همکارا و دوستا کردیم که دیگه خود شیشته بودیم دیگه. اونم میوه خوش بود و قصه بود و خیر خلاص دیگه. نان کل سایل که از دزان نمی باشن خدا میفهمه در والا چقدر چپا رقص کرده باشی. نه من رقصیات ندارم. رقصیات نداری؟ یک دو وقت کردی همراش بودی؟ نکردی؟ همراش عکس گرفتی؟ عکس هم نگرفتی؟ همراش خود کندی؟ یادش میاد خوب است باش که دوستا ببینم که افوزی خدا از دست داده همین دیوانه نشده باشه یک دفعه با خود از پیش پرزار میگیرم نیادش مانده فقط سرش یک ضربه خورد خلاص دیگه. نانش خوب بود نه؟ نانش خوب بود هتلش خوب بود خب بیچاره مصرف کرده بودن همین بودن شاور هردیشون مصرف کرده بودن زیاد دیگه. بهترین عروسی بوده دیگه. چند رقم چیز داشتیم میوه خوش داشت آیسکریم داشتیم حالا باز هوا گرم شد آیسکریم ها باز برامد کنید عزیز دیگه. آیسکریم داشت جوس داشتیم سمبوسه داشت همین چیزا داشت دیگه. خداوند خوشبخت بسازشون همین دو جوانه ما دعا میکنیم برشان که همیشه خوش باشن در زندگیشن. چند جور کالا تبدیل کردیم در شروع زندگیشان یک حادثه خداوند بخیر از بی‌احتیاطی یک آدم میشه ولی در پس موترها چقدر خراب هم شده باشه بالاخره جور میشه نه پس ازش مصرف میشه جون چی که انسان مثلا اوگار میشه هیچ درد آورده است. خدا همین داماد بیچاره چقدر خدا خوش باشه که شب عروسیش بوده که شب عروسی خود گرفت کرد بیچاره موتر گلباش خراب شده است پیش یعنی مشکلات ها هست دیگه. باز کجای آردیش؟ خیر خوب پیش دیگه نازدانگی نکشم خوب شد که بخیر حافظیت خوب شد از دست ندادی خوب شد در چشمت نرفت همون شیشه خوب شد دست پاید نشکست اینم یک خوشی کلان از برمه که مثلا
سپاه جور آمدی پس اگر سر کلوا شده و خیلی تا مرور زمان پس خوب میشی دیگه حالا تو هم یکم توصیه نداری برای این کسایی که مثلا همین رقم کارا رو میکنن نه تو بیری آرام دوست عزیز شهناز جان از بس که درد زیاد رفته در گریان شروع کرده ما یک ذره بریم بر شهناز یک ذره یخنی یک چیز جور بکنم که بیچاره مریض است یک چند روز استراحت داده شد دکتر در خانه که این استراحتیشون تمام شد بخیر خوب شد پس سرپای شد که برنامه همین قبیل خوش خبری در راست خوش خبری در راست خوش خبری گرفتی خدا اوگار که خیر خلاص یا خوش خبری یا خوش خبری است دیگه اگر میوه برش بریم یخنی یک چیز جور کنیم که دختر یک در سرپای شد و جور شد که باز بخیر پس برنامه ما را ادامه بدیم همطور است بیمده اگه داشته باشی شرم تو فکر کنم وقت برنامه ما کم مونده گفتنی ندارم دوستا دو این بیمده عزیز که شهناز دوباره خوب شد پس سرپای شد دستشم خوب شد سرشم خوب شد که ما بتریم برنامه بگیریم بازم داخل برنامه میگیم کسایی که تیز جلانی میکنن کسایی که مثلا در پشت جلو بوتر میشن اول خوب کوشش کنین که پشت جلو که میشینین معتاد نباشین مثلا چیز استفاده نکرده باشین دوا یا تابلت یا چیز نخورده باشین کوشش کنین سالم همیشه در پشت جلو باشین بخاطر که جلو یک چیز ساتیری نیست میزنی هم حیات خدا خراب میکنی هم حیات 4 نفر دیگر هم خراب میکنی کوشش کنین که همیشه در پشت جلو که میشینین با ساعت کامل بشینین که حاکمیت داشته باشین سر خودتان سر موتر سر رفتارش در کل چیز حاکمیت داشته باشین این حال اگه خدای نخواسته کسایی که مست میکنن خدا در پشت موتر میشینن دیگه و چی نمیفهمن که موتر کجاش مثلا میخوره یا نمیخوره تیز چلانی چیزی رقم اداره کردن نمیتونه دیگه دوستایی بود برنامه ما تا برنامه بعد که دوباره بخیر روی تصویر می ما شهناز جان که دعا کنین که خوب شد بخیر تا وقت شما رو به خدا پاک تو یکنم و همیشه چینل ما رو بیننده باشین دیدن بکنین سابسکرایب کنین ما رو حمایت بکنین و دعایتان هم فراموش نکنین که شهناز جان بخیر انشالله خوب شود شما گفتنی داری؟ همون تا اگر قلب بیننده هم بشنم که تو یا کمره ما اگر نزدیک بیه دیگه گفتم کل گفار نوید گفت بخیر خوب شد باز دوباره یک برنامه دیگه از ساعتمندیش یک برنامه براتون میگیریم که شهناز مست لاست مترده داخل میدان دوستایی بود برنامه ما تا برنامه بعد خداحافظ و ناصرتان